همین چند وقت پیش توفیق شد تا برم سفر حج. قبل از سفر تصمیم گرفتم برم و از همه اطرافیانم حلالیت بطلبم. نمیخواستم حتی یک دل شکسته پشت سرم بمونه. میون همه این آدما یکی بود که یه قول بهش بدهکار بودم و از روبرویی باهاش فرار میکردم. البته روم هم نمیشد، اما میدونستم برای رفتن به این سفر حلالیت اون برام واجب بود. وقتی پیشش رفتم و دلیل اومدنم رو گفتم، با قاطعیت گفت حلالت نمیکنم مگه اینکه به قولت عمل کنی. منم گفتم بدون قول و قرار حلالم کن. اون گفت یا قول بده یا حلالت نمیکنم. نهایت به اصرار خودش برای حلالیت قولش رو دادم. منم رفتم سفر و بعد از چند وقت برگشتم. به خاطر سفرم یه مقدار کارهام عقب افتاده بود. وقت نکرده بودم به دیدنش برم. با خودم گفتم من که حلالیت رو گرفتم، سفر رو که رفتم، میرم باهاش صحبت میکنم که این کار رو نمیرسم انجام بدم. کمکتون میکنم اما مسئولیت قبول نمیکنم. همون روزی که تصمیم گرفتم برم ببینمش، دقیقاً 5 دقیقه بعد از تصمیم استوری یکی از دوستام رو دیدم. خبر فوت همون آدم، یا بهتر بگم شهادت. برای یک لحظه کل دنیا جلوی چشمام سیاه شد. حتی فرصت نکردم برای آخرین بار ببینمش. حالا من مونده بودم و یک قول و اون حرفهایی که بینمون رد و بدل شد. همش با خودم کلنجار میرفتم. یعنی چی؟ یعنی واقعاً باید این کار رو انجام بدم؟ تنها چیزی که توی اون لحظه‌های سخت به ذهنم میرسید این بود: مرد باید سر قولش بمونه. حتی نمیتونستم برم کنار مزارش و باهاش حرف بزنم. عذاب وجدان ولم نمیکرد تا زمانی که بالاخره اون کار رو انجام دادم. اما این دفعه با تمام وجودم انجام دادم. دیگه از سر اجبار نبود، از سر این که بخوام از زیر شونه خالی کنم نبود، بلکه با تمام وجودم انجامش دادم. دقیقاً فردای همون شب که مصادف شده بود با مراسم 40 این آدم، تازه تونستم برم سر خاکش. آره، تا اون موقع انگار یه نیرویی نمیذاشت برم پیشش. شاید اون میخواست بهم بفهمونه آدم‌ها حتی وقتی کسی نیست که اونها رو نظاره کنه، باید به قولشون عمل کنه. گاهی زندگی ما را در مسیرهای قرار می‌دهد که هرگز نمی‌توانیم به قول خود پایبند باشیم، حتی وقتی که انجامش سخت است. مسیرهایی با پرسش‌های بزرگ. آیا می‌توانیم وفادار بمانیم؟ وفاداری به خود و ارزش‌هایمان بالاترین صداقت است. گاهی زندگی ما را در مسیرهایی قرار می‌دهد که هرگز انتظارش را نداریم. مسیرهایی با پرسش‌های بزرگ. آیا می‌توانیم وفادار بمانیم حتی وقتی کسی نیست که ببیند؟ آیا می‌توانیم به قول خود پایبند باشیم حتی وقتی که انجامش سخت‌تر از چیزی است که فکر می‌کردیم؟ وفاداری به خود و ارزش‌هایمان بالاترین صداقت است. انسان باید ثابت کند که می‌شود حتی وقتی کسی نیست که ببیند باز هم انسان ماند.